دوستان ببینید وقتی برش میزنیم تیکه‌ای از چوبینه ما اینجا قهوه‌ای شده، این مرگ درخته. ببینید بافت مرده است. ببینید این اصلا بافتش مرده است. قارچ داره نفوذ میکنه، از مشخصه نفوذ میکنه به داخل درخت و کلا درخت خوش میشه. این شاخه سنگینی میکرد داشت میشکست درخته. خب نگاه کنید این خطای قهوه رو میبینید اینجا، اینا قارچ های باکتریایی هستن که دارن درخت خوش میکنن. از این طرف نشون بدید، ببین این پوسته رو میبینید رنگش خوش شده و داره از بین میره. اینا تمام قارچ های باکتریایی هستن که نفوذ میکنن به داخل درخت. دوستان ببینید شاخه هایی که خیلی سنگینه و بزرگ هستن ما میخوایم برشون از ابتدا تا نصفه میبریم. اگه این کارو نکنیم سنگینی میکنه و پوسته پاره میکنه میاد تا پایین. حالا بقیهش از رو میبره سرت نیفته. ببینید یه پوسه سالم. دوستان این درخت زبون گنجیش هست، هیچ فرقی نمیکنه که درختان ما مثمر هستن یا غیر مثمر. وقتی میخوایم هرس رو انجام بدیم اصولی باید هرس انجام بشه. ببینید اینجا براش دسته گذاشتن، این شاخه ها تمام قارچ گرفته و از بین رفته. وقتی شما شاخه رو از انتها ببرین خودش رو ترمیم میکنه. ببینید اینجا شاخه های قبلی بوده برش خوردن و خودش رو ترمیم کرده، به این زیبایی شده. این هم تازه تویاست و نیاز به هرس هم نداره. این نوئل سبز هست اصلا نیاز به هرس نداره. ببینید آره این سر با اون سر متفاوته. بعد این سربا اصلا هرس لازم نداره. این سربا باید هرس هم بخوای بکنی هرس تزیینی میکنن، چون باد بزنی این سربا باد بزنی توشون لخته. اینو باید مثلا دست نزنی بهش، هرس کنی لخت‌تر زشت‌تر میشه.